در نمایش امروز ما باز امکان داریم که به سفر بریم و یک از گوشه‌های تاریخی تاجیکستان رو برایتان معرفی کنیم. باقی‌مانده‌های پنجکند قدیم در 1.5 کیلومتر جنوب و شرق‌تر شهر پازیرای پنجکند واقع است. آن یکی از محل‌های قدیمی‌ترین اهالی‌نشین سوغدی باستان بوده است. دور بین مکان در عصرهای هفتم و هشتم خبری معلومات داده آن را مکانی باشگاهی حاکم سوغدی وشتیچ ذکر می‌کند. سوغدیان سال 1720 قشون عرب را در سمرقند تارمار و شهر را از استیلاگران آزاد کردند. دور بین مکان حجت‌های از کوهی موغ دریافت شده معلومات زیادی می‌دهند. سال 1947 هیئت اکسپدیسیون آرکئولوژی تاجیکستان با راهبری یاکوبوفسکی دیمنه پنجکند قدیم را کشف نمود و از همان سال تفریحات آن دوام دارد. گفتگوهای آرکئولوژی نشان دادند که پنجکند قدیم از چند قسم عبارت بوده است. اینها شهرستان، کهندیز، دهه نزد شهر و قبرستان. مساحت شهرستان قریب 14 گکتار بوده امروز چون تپه‌زار است. بیشتر از قسم محل تحقیق شده است. الحال گذرهای کلان، بناها و قسم زیادی چهارسوی شهر گشوده شده‌اند. هر یک بنا از 10 تا 100 و از این هم زیاد خانه دارد. بناهای دو و سه آشانه نیز دچار می‌شوند که بلندی آنها تا 8-9 متر می‌رسد. کهندیز در سر تپه در بلندی جای گرفته از چندین بنا، حوله و انشاءات متفاوتی عبارت است. در حدود قبرستان که تقریباً نیم گکتار دورتر از دیوار جنوبی شهرستان واقع است، قریب 70 تپه باقی مانده است. حالا پنجکند قدیم یگانه یادگاری آرکئولوژی است که از روی آن ساخت، مخصوصاً توپوگرافیا، حیات اقتصادی، اجتماعی و مدنی اهالی شهرهای ابتدایی عصر میانه را آموختن ممکن است. بازافت آرکئولوژی پنجکند قدیم شهادت می‌دهند که در صنعت تصویری سوغدیان هیکل تراشی مقام مهمی داشته است. در پنجکند قدیم آثار فراوان و عجیب صنعتی نقاشی دریافت شده است. یک قسم آنها هم در شکل اصلی و هم در شکل نسخه در آثارخانه نزد پنجکند قدیم وامی خورند. این منظره ها دایر به حیات ایان و اشراف، قشون، لباس حربی، ساز و یراق سوغدیان، اینچنین اید به استفاده آنها معلومات می‌دهند.
باید گفت که پنجکندی قدیم امروزها با یکی از یادگاری‌های مشهور ارخئولوژی تاجیکستان مبدل گردیده است. این است که در این مکان هنوز هم گفتگوهای باستانشناسی دوام دارد. در قطار دیگر موضوعهای سیاحی و یادگاری‌های تاریخی، خرابه‌های پنجکندی قدیم نیز مکانی است که توجه زیادی سیاحان محققان عالم را به خود جلب کرده است.